سلام و عرض ادب دوستان، وقتتون بخیر. یکی از غذاهایی که میتونیم توی خونه با نصف قیمت رستورانیش درست بکنیم استیک است. فقط با رعایت چند تا روش و نکته کوچیک میتونید یه استیک خوشمزه و آبدار بپزید و تهیه بکنید. اولین نکته حائز اهمیت انتخاب گوشت مناسب هستش. فیله و راسته گوساله و گوسفند میتونه استیک خوب و خوشمزه‌ای رو به ما بده. توجه داشته باشید یه رگه های آبی رنگی معمولا روی گوشت ها وجود داره که به اون پوست نقره‌ای میگن. اونا رو باید قبل از اینکه بخوایم استراحت بدیم به گوشتمون اونا رو جدا بکنیم که باعث سفت شدن استیک ما نشه. نکته بعدی که باید رعایت بشه این که گوشت ما باید بیات بشه. اگر دقت کرده باشید استیک هایی که توی رستوران استفاده میکنیم گوشت نرمی داره، ولی گوشت تازه‌ای که ما خریداری میکنیم از قصابی و میاریم منزل اون رو سرخ میکنیم بافت سفت و محکمی داره. پس حتما برای طبخ استیک نیاز به گوشت بیات شده داریم. رستوران ها معمولا از یخچال های خاصی استفاده میکنن که مدت زمانی گوشتشون رو برای اونها نگهداری میکنه و بیات میکنه. حالا ما که از امکانات رستوران ها برخوردار نیستیم باید چه کار بکنیم؟ بسته به گوشتی که خریداری میکنیم و مدت زمانی که توی قصابی مونده و به دست ما میرسه ما جمعاً به 3 روز نیاز داریم تا گوشتمون بیات بشه. به عنوان مثال من گوشتی رو که خریداری کردم از قصابی سوال کردم، قصابی اعلام کرده که کشتار این گوشت 1 روز قبل بوده، پس من نیاز دارم 2 روز دیگه این گوشت رو بیات بکنم. حالا به چه شکلی این گوشت رو بیات میکنم؟ من به یه دونه آبکش نیاز دارم که زیر اون یه لگن داشته باشه. آبکشم رو روی لگنم قرار میدم تا خونابه هایی که از گوشتم میچکه توی لگنم جمع بشه. گوشتام رو توی آبکشم میچینم و روی اون رو یک دستمال کاملا میپوشونم و خونابه ها داخل لگن بریزه و روز 1 بار خونابه ها رو از زیر گوشت و داخل لگن خالی میکنم که باعث بوی نامطبوع توی یخچالم نشه و گوشت رو به اضافه پارچه‌ای که روش کشیده شده توی سردترین قسمت یخچالم قرار میدم تا اون 3 روز من رو پر بکنه و گوشتم بیات بشه و به بافت نرمی از گوشت دست پیدا بکنم. حالا من ظرفم رو آماده میکنم و توی یخچال قرار میدم تا 3 روز بعد بیاریمش بیرون و با هم بافتش رو ببینیم هم بپزیم ببینیم که چه استیکی به دست میاد. خب گوشت ما 2 روز هم تو یخچال موند، 1 روز هم که از بعد از ذبحش توی قصابی مونده بود و کاملا بیات شد و بافت نرمی پیدا کرده. حالا نوبت مرینت و مزه‌دار کردن گوشتم رسیده. ما برای مزه‌دار کردن گوشت به سیر، دونه فلفل سیاه، دونه فلفل سفید و تخم گیشنیز نیاز داریم به اضافه روغن زیتون، سس سویا و خردل سلیقه‌ای هستش که هم میتونید نزنید ولی من دوست دارم به استیکم اضافه بکنم. فلفل سفید، فلفل سیاه و تخم گیشنیزمون رو داخل یک مقدار روغن زیتون میکوبیم. سیرمون رو داخل استیکمون له یا رنده میکنیم. یه مقدار روغن
زیتون، فلفل هامون که داخل روغن زیتون له کردیم، سویا سس و سس خردل. البته باز میگم خدمتتون که سس خردل دل بخواه هستش و میتونید استفاده نکنید. و مواد من چون سس سویا داره من دیگه داخل اون نمک نمیزنم. مواد رو با گوشتامون کاملا ورز میدیم تا به خورد گوشتمون بره. بعد از اینکه کاملا ماساژ دادیم گوشتامون رو، روش رو سلفون میگیریم و به مدت 1 ساعت توی یخچال میذاریم تا استراحت بکنه. تا استیکمون مزه دار بشه من میخوام که سس قارشم آماده بکنم. قارش دارم و قارشام رو اسلایس میکنم. قارچ ها رو به همراه کره با حرارت زیاد تفت میدیم تا کاملا آبشون کشیده بشه. قارچ هامون که کامل آبش گرفته شد از روی گاز برمیداریم. مجددا کره توی مایتابه میریزیم و سیر رو داخلش له میکنیم. نیاز به سرخ شدن سیرها نیست و همین که عطرش توی کره آزاد بشه برای ما کافی هست. آرد سفید به کره‌مون اضافه میکنیم و مرتب هم میزنیم تا آردمون گلوله نشه. الان نوبت اضافه کردن شیرمون هستش. باز هم شیر و آرد رو کامل سریع هم میزنیم تا گلوله نشه. تا وقتی اینکه کامل آردمون باز بشه هم میزنیم. سسمون رو با حرارت ملایم هم میزنیم تا قوام بیاد. غلظتش بستگی به میل خودتون داره. هر چقدر دوست دارید میتونید بذارید بمونه تا غلظتش زیاد بشه. به غلظت دلخواه که رسید قارچامون رو بهش اضافه میکنیم و مجدد هم میزنیم تا سسمون با قارچمون کامل مخلوط بشه و سسمون آماده استفاده بشه. دوستان کف تاومون رو یه مقدار خیلی کم چرب میکنیم و حرارتش رو ملایم رو به بالا میذاریم. دقت کنید حرارت ما موقع گریل کردن یا توی تابه انداختن نباید خیلی کم و ملایم باشه. تابمون که کاملا داغ شد گوشتامون رو داخل اون میذاریم. چند تا نکته رو دوستان دقت بفرمایید. یکی این که دونه های فلفل و ادویه هامون رو باید کاملا از روی گوشت جدا کنیم چون باعث سوختگی میشه. دو اینکه مثل برگر نیازی نیست با قاشق یا کفگیر روی گوشت ها فشاری بیاریم چون گوشت ما رو خشک میکنه. سه اینکه برای پخت با حرارت بالا معمولا یه استیک مدیومی بخواید هر طرف 4 تا 5 دقیقه برای پختش مناسبه و به هیچ وجه نیاز نیست گوشتامون رو پشت رو بکنیم. 5 دقیقه به یک طرف فرصت میدیم کاملا گریل بشه، برمیگردونیم 5 دقیقه دیگه فرصت میدیم تا طرف دیگهش کامل گریل بشه. خب 5 دقیقه گذشت، من یک طرف استیکم کاملا گریل شد و استیکم رو برمیگردونم توی تابه و 5 دقیقه بهش زمان میدم تا طرف دیگهش هم کاملا گریل شه. اگر که بخوایم آبدارتر و کمتر پخته بشه هر طرف 3 دقیقه کافیه و اگر بخوایم بیشتر بشه و کاملا پخته بشه هر طرف 7 تا 8 دقیقه.
مجددا عرض میکنم دوستان برای حالت مدیوم هر طرف 5 دقیقه کافیه. بفرمایید این استیک آبدار و خوشمزه رو بپزید و نوش جان بکنید و لذت ببرید. ممنون میشم اگه من رو سابسکرایب بکنید.